Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ay granitsa gashtем, ina bachho yagun hamash khudish gap zanan. Assalomu alaykum. Namuxa raftim omaden granitsa Arengur 100 foot chotki akash bachho. Biyoyem asad yagun joy fan fresh nesa guzashtem qo'ydavi. Qay burdan preska kardem bu fortdan va poyez mere masa. Adamere mi no ba mushin raftim omadi dar muddati 4-5 saat maqsad guzashtem qo'ydavi omaden na. Hamma saat poyez immigratsiyon ko'rsam bachho giriftan. Bu immigratsiyon dan nishon ke parvon immigratsiyon kartadan nishon ke. Guzashtem bazan. Immigratsiyon kartadan nishon ke. این امروز 20 با ایجادم یا بچه هستن. برادرایی که از پیشاب و از پروستاتیت اذیت میکشند بهترین راه حل این از فیرمای عربی اسمیاد پروستاتیت است که میتوانید شما رای پیشاب را و همچنین وسپلین پیشابدان را برطرف کنید. و برادرایی که میخواهند پروستاتیت از فیرمای عربی اسمیاد را از شرکت شفافرما زکاس کنند در کامنتر در اومده پلوس مونند. و برادرایی که در مسکو قرار دارید میتوانید از شرکت شفافرما اومده حجامه بی پول را دسترس کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. بعدا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اولا همه شما برادرایی که از راههای دور و نزدیک برای ادا کردن فرض از فرضهای الهی در خانه از خانه های خدا حضور دارین، به این خاتمه ماه مبارک و با این عیدی که خیلی نزدیک است همه شما را تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با شما یک دعای میکنیم، زیرا اینکه روز جمعه این خود روزی هست که قبول اجابت دعای بنده مؤمن است. پروردگارا لا تدع لنا في هذا اليوم عظیم ذنبا الا غفرته. خدایا دستهای ما به جانب تو گشاده شد و امید آنی که گناهایی که از ما سر زد به حرمت این روز به حرمت این ماه خدایا همگیش را مغفرت بگردانی. ولا عیبا الا سترته. خدایا بی عیب نیستیم، بی نقصان نیستیم. خدایا عیبهای ما را در آخرت و در دنیا پوشانده بگردان. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا و عذاب الاخره. خدایا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدایا از خوار شدن در دنیا و در آخرت خدایا ما را نگه بدار. اللهم اجعل نعمتنا دائما و دولتنا قائما و اولادنا عالما ولا تسلط علينا ظالما. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا في دينك. اللهم يا محول الحال والاحوال حول احوالنا الى احسن الحال. خدایا حال ما را در بهترین صورت قرار بده. خدای مهربان دم آخری همه ما را دم راحت بگردان. پروردگارا یک ماه زحمت کشیده این بندگانت خدایا به درگاهت مقبول بگردان و فردای قیامتت از گروه روزداران سربرداشتن را بر این جمعیت ما موفق بگردان و در آن دروازه که نام او ریان بود خدایا به سوی این بندگانت آن دروازه صدا کننده باشد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. البته روز باران است، انشاءالله در نیت آبادانی مسجد
خدا خواسته باشد هستیم. با دعای شما و کوشش شما و یاردم شما انشاءالله خدا خواسته باشد البته آباد می شود و این آزار و مشقت بگیم البته از بین برداشته می شود. جمعه پیشین موعظه ما در باب اشراط ساعت بود، یعنی نشانه ها و علامت های قیامت بود و این موضوع البته خاتمه نیافته است، این موضوع دوام دارد. شاید که به 2 جمعه هم انجام نیابد، شاید به 3 جمعه این انجام دهیم، زیرا نشانه های قیامت خیلی زیاد هستند. لیکن با سبب عید که روز یکشنبه به همه ما و شما معلوم است، خدا خواسته باشد عید فیتر، عید رمضان در تمام دولت هایی که اسلامی هستند این عید را پیشواز میگیرند، از آن جمله در این شهر ما و شما، در این مسجد ما و شما. از این خاطر من خواستم کمی صحبت هایمان از چند بخش عبارت است. بعضی سوال های هست که اینجا جواب اونها را هم جواب گرداندن در کار و بعضی مسئله هایی که دایر بعید است انشاءالله بس هم شما میرسونیم. عن ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم یومئذ تحدث اخبارها. حضرت ابو هریره که یکی از صحابه های خیلی عالی قدر پیغمبر خدا و شمار می رود، شاید که بر گوش همه شما ابو هریره صدا داده باشد، زیرا این از صحابه های هست که 5374 حدیث پیغمبر از یاد می دانستند و از همه صحابه ها دیده روایت کننده ابو هریره می باشد. حضرت یکی از نماینده های اصحاب صفه بودند که در مسجد پیغمبر خدا می نشستند. برای اینها زن، خانه، دنیا، طعام، نوش و نعمت دنیا هیچ قدری نداشت مگر اینها به استغفار و به طاعت خدا مشغول بودند. ابو هریره هم یکی از این نفرها به شمار می رفت. ابو هریره را شاید که من چندین حکایه هاش به شما گفته باشم، لیکن راوی این حدیثی که الحال به شما تحلیل میکنم خود ابو هریره هست. میخوام که باز کم توجه شما را به سوی ابو هریره روانه بسازم. ابو هریره میگوید از پدرم دیده، از مادرم دیده، از همه یار رفیقی که در دنیا داشتم پیغمبر خدا را زیادتر دوست می داشتم و برای پیغمبر خدا هر لحظه تیار بودم که جان ما در راه خدا فدا کنم و دائم پاسبانی نزد دروازه پیغمبر خدا را به عهده می گرفتم. میگوید مادرم مشرک بود، یعنی مادرش و پیغمبر ایمان نداشت، به یگانگی خدا اعتقاد نداشت، مشرکه بود. هر باری که دعوتش میکردم مادر اسلام را قبول کن، قبول نمیکرد. باری میگد گفتم مادر، گفتم اسلام چی دینی پاکیزه هست و خداوند در قرآنش خبر میدهد که هر کسی که چنگ زننده اسلام باشد هم در دنیا و هم در آخرت و عزتش بلند می شود. مادر اسلام را قبول کن. و جای آنه که اسلام را قبول کند این مادر من چنان حرفهای زد نسبت پیغمبر خدا که دیگر من طاقت نکردم. پیغمبر خدا را دشنام داد، حرفهای بیجا گفت، دیگر در خانه طاقت نکردم. چشمهام پر از آب نزد رسول اکرم حاضر شدم و پیغمبر خدا حال بیان کردم. گفتم یا رسول الله، الحال با مادر خود هم صحبت شدم، چندین بارها دعوت میکردم، چیزی نمیگفت، قبول نمیکرد، لیکن امروز بزم آنه که قبول کند باز چندین حرفهای بیجا و دشمانهای زیاده در حق شما کردن. این حکایه در کتاب حکایه صحابه میگذرد.
در بخاری هم میگذرد. پیغمبر خدا چی می شود که در حق مادر من دعا کنی تا که خداوند او را به اسلام مشرف بگرداند؟ رسول الله میگد که مرا بسیار که دوست می داشت، به نهایت احترام میکرد و ایمان من ایمان صدقی که بود، در حال دستش برداشت و گفت اللهم اهدی ام ابو هریره رضی الله عنه. خدایا پروردگارا صدای محمد اگر میشنیدگی باشی مادر ابو هریره را هدایت کن. پیغمبر خدا دعا کرده. ابو هریره میگوید همراه پیغمبر خدا من هم دستم برداشتم، در چهره خود مالیدم و باوری کامل هم داشتم که دعای پیغمبر خدا به اجابت میرسد. یک زمان نزد پیغمبر نشستم و به سوی خانه خود رهسپار شدم. وقتی نزد دروازه من رسیدم، ابو هریره میگوید نگاه کردم که دروازه از داخل بند است. فریاد زدم مادر در را بگشا. با یک صدای مهربانانه ای که این صدا را بار من شنیده نبودم از داخل میگه فریاد زد ابو هریره فرزند من کمی انتظاری بکش، الحال من دروازه تو را گشاده میکنم. وقتی گوش انداختم آوازی ریختن آب می آمد. فهمیدم که مادرم غسل دارد، آبازی دارد و نیت اسلام را قبول کردن دارد. وقتی میگد صدای آب که تمام شد دروازه گشاده شد، میگد و مادرم میگد و مجرد که رسول اکرم دعا که کرده بود در دلش همون نور ایمان دیگر تجلی میزد، جوش میزد. لباسهاش میگه با همو بدنهای ترش این مادرم پوشید، حتی چنان دوید میگد که روی مالش میگه فراموش کرد بالای سرش پرتاید. نزد من دید ابو هریره گفت دیگر بر من هیچ صدای ناکرده و اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسول را بیان کرد. ابو هریره میگد شاید که در حیاتم این چنین خرسندی را دیگر یاد نداشته باشم. چگونه که برای به اسلامی و به ایمانی مادرم گریان بودم، برای ایمان قبول کردنش از اون دیده با زیادتر گریه کردم و با این گریه شادیانه هم نزد پیغمبر خدا حاضر شدم. پیغمبر خدا مادرم ایمانی بر خدا آورد، ایمانی بر پیغمبر خدا آورد. رسول الله شاد شدن از این بشارت من و ابو هریره میگوید کدام مرد و زنی مسلمانی که اگر نام ابو هریره را میشنود در حال عاشق ابو هریره میشود. راوی این حدیث میگوید من از ابو هریره پرسیدم چرا که کسی صدای نام تو را بشنود و عاشق تو میشود؟ گفت وقتی که مادر من ایمان آورد از پیغمبر خدا باز درخواست کردم یا رسول الله یک دعای دیگر از تو تمنا دارم، دعا کن که مرا و محبت مادر مرا در دل تمام مرد و زن مسلمان خدایا جایگیر بگرداند. رسول الله باز دست خدا میگه پهن کردن اللهم حبب عبیدک هذا و امه علی کل مؤمن و المؤمنه. پیغمبر خدا گفت خدایا محبوب بگردان این ابو هریره مرا و مادر او را در تمام دل بندگان من خواه مرد باشن خواه زن. این دعای پیغمبر میگه در حقی من قبول شد، تمام مرد و زن مرا دوست می‌دارد. باور که من اونقدر حدیثی از ابو هریره زیاد نمی‌دانستم، لکن همین را غایبانه والله که دوستش می‌داشتم. امروز همون وقتی که در کتاب کشادم نگاه کردم، همون لحظه های اولی حدیث خوانیان به یادم آمد که من همین کس نمی‌شناختم، نمی‌دانستم. اینقدر تاریخش که امروز می‌خوانم، لکن بزم همین محبت همون در دل ما جای گرفتگی بود. همین حضرت که قصه های زیاد دارد، من میخواهم همین حدیث را به شما تعلیل کنم. گفتن رسول اکرم روز قرآن را کشاد و سوره زلزله که ما و شما میگوییم زمین جنبی، همین سوره زلزله که در پاره سیومی از قرآن است،
حضرت میگد یک آیت اینه از آیت 4 تلاوت کرد. چی گفت؟ یومئذ تحدث اخبارها ثم قال اتدرون ما اخبارها. همین آیت خوان. این آیت چی معنا دارد؟ روز قیامت زمین و سخن می آید. زمین اخبار خودش را، خبرهای خودش را با امر خداوند به خداوند خبر می دهد. رسول الله میگه گشته گفتن آیا می دانین که زمین چه اخبار می دهد؟ زمین چه خبر می دهد؟ آیا می دانین؟ قالوا الله و رسول اعلم. همگی ابو هریره میگوید همگی ما نشسته بودیم گفتیم خدا و پیغمبر او داناست که زمین در نزد خدا روز قیامت چی شاهدی میداده باشد. رسول الله گفتن فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد و امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه اخبارها. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله بیان کردند گفتند خبر زمین در روز قیامت بر خدا این است که میگوید فلانی ابن فلانی در پشت من در فلان روز در فلان ماه در فلان ساعت فلان و فلان عمل را انجام داد. استغفر الله سبحان الله. همین زمینه که الحال شما بالای او نشستگی هستید، همین زمینه که بالای او شما نماز میخوانین، این زمین روز قیامت به ان ربک اوحی لها، خداوند وحی میکند این زمین از زبان میدهد برای همه ما و شما شاهدی میدهد کیها چیها کردند، همگی را در نزد خدا خبر میدهد. لحظه های نشستن شما را در مسجد خبر میدهد، لحظه های قدم های به سوی مسجد زدگی شما را در نزد خدا خبر میدهد. این تفسیر سوره زلزله هست. خوش به حال آن بندگانی که بالای زمین پاهای خود در راههای نیک در راههای خیر با عملهای صالح انجام میدهند. خوش به حالتان که زمین او روز از جانب شما خوش خبرهای به خدای خود خبر میدهد و شما به سبب این عملهای صالحتان در آخرت نجات میابید. باور کنین عمل صالح در دنیا هم دستگیر شما میشود، در آخرت هم دستگیر شما میشود. من یک قصه را برای شما بیان میکنم که در دنیا عمل صالح چگونه آدم دستگیر میشود. بعدا انشاءالله موضوع ما شروع میکنیم. رسول اکرم که راوی این حدیث ابن عمر است، در کتاب صحیح بخاری در کتاب بیع این حکایت می آورد. میگوید روز پیغمبر خدا گفتند 3 نفر به سوی یک کوه به سفر برآمدند. عمل صالح را نتیجهش نگاه کنید، در دنیا فایدهش نگاه کنید. برآمدند. وقتی که به یک کوه رسیدند به ناگاه باران سخت بارید و این 3 نفر برای پناه یافتن از باران یک غار را یافتند و در همان غار هر 3 نفر داخل شدند. یک لحظه رسول اکرم میگوید این 3 نفر نشسته بود، به ناگاه یک سنگ کلان از بالا جر شد، لغژان آمد و دهن این غار محکم کرد. این 3 نفر در داخل در یک تاریکی قرار گرفتند و در حیرت ماندند. گفتند اگر حال به همین انجام یابد ما و شما هلاک میشویم، زیرا قوت ما برای بیراه کردن این سنگ نمیرسد. این سنگ خیلی سنگ عظیم است، کلان است. و گفتند بیایید نزد خدای خود عملهای صالحی که در دنیا کردیم از برای خدا پیشنهاد میکنیم، شاید که برای عملهای صالح را انجام دادن ما و شما خداوند این سنگ را از بالای ما دور کنه. یکی از این 3 نفره چی گفت؟ پروردگارا تو میدانی
من چند گاو دارم و این گاوها را چراندنی می بردم و در چراگاه شیر اینها را می جوشیدم. خاصه می آوردم، شب برای مادر و پدر خود تسلیم می کردم، باقی که اگر می گذاشت برای فرزند و زن خود می دادم. همین من فقط از برای خدایا تو کردم. و شب میگه آمدم، در دستم شیر بود، نگاه کردم که پدر و مادرم خواب هستند. دیگر دلی من نشد که پدر و مادر را بیدار کنم. همان ظرفی در دستم انتظاری کشیدم. فرزندهایم، زنم گریه میکردند، گرسنه بودند، لیکن من که احترام پدر و مادر خودم میدانستم، تا به پدر و مادر خود نمیدادم، بر زن و فرزند تسلیم نمیکردم. تا روز ایستادم، وقتی بامداد شد پدر و مادرم بیدار شدند، این شیر را به آنها تسلیم کردم، باقی او را بعد به فرزندهام عطا کردم. خدایا این حادثه را تو از من دیدی، من این خاطر شما و ترس شما کردم. خدایا به حرمت این عمل صالح کم این سنگ را از بالای ما دور کن تا که این آسمان سفید را ما بینیم. خداوند میگد این عمل که خالص از برای خدا بود، کم این سنگ میگد بیراه شد، کم روشنی در داخل غار پیدا شد. دویم نفر این میگد دست برداشت. خدایا گفت تو میدانی من یک دختر عمکی داشتم، بسیار به این دختر عمکیم علاقه زیج داشتم، بسیار رفت آمده داشتم و حرکت من این بود که با این دختر عمکی خود یک جایه شم، زنا کنم. او روز یک برادر سوال کردند در شبهای تراویح که من سخن شما را گرفتم، با دختر عمکی و تقی خودم سلام نکردم، امروز اونا از من ملال شدند. میلش ملال شوند، خدا از تو ملال نشود، پیغمبر از تو ملال نشود، شریعت از تو ملال نشود. این حکایه، این حدیث پیغمبر خداست. این جوان اراده زنا داشت با دختر عمکی خودش. وقتی میگد این زن بر من پیشنهاد کرد که 100 دینار بر من میدهی، مرحمت من برای تو آن چیزی که میخوای آرزوی دلی تو را برآورده میکنم. با یک حال زاری میگه 100 دینار را پیدا کردم، در دستش دادم. وقتی این دختر عمکی ما میگه با پشت غلطانیدم، در بین پایهای او داخل شدم، به ناگاه این دختر عمک میگه گشته گفت از خدا بترس، زیرا حال زناکار در قیامت خیلی شدید و خیلی سخت است. از خدای خود بترس. من دختر هستم، اگر میخوای بکارت مرا دور کنی به طریق حلال دور کن، بیا نکاح میکنیم، بعداً مرحمت. وقتی میگه این سخن من شنیدم از این دختر عمکم که از خدا بترس، خدایا من از تو ترسیدم و در حالتی که در نزدیکترین وقت این کار انجام میدادم از جای خود خیستم و آن شلوار خدا پوشیدم و به خاطر تو از ترس تو از بالای این دختر عمک خود بیراه شدم. خدایا اگر این عمل به تو پسند آمده باشد، این سنگ را از بالای ما دور انداز. خداوند که میدانست که این عمل صالح بنده صالح بود، از برای خدا بود، کمی میگه با سنگ بیراه شد. سیوم این جوان چی گفت؟ خدایا گفت تو میدانی من یک کارگر را آورده در خانه کار فرماندم و حق او 1 کیلو گندم شد. وقتی من بر او کس دادم وی نگرفت، وی رفت. این کیلوی گندم او را من در زمین پرتافتم. آهسته آهسته از این 1 کیلو من به چندین گاو و به چندین گوسفندها رسیدم، حتی چوپانها خریدم. بعد زمانی چند این مرد آمد گفت حق مرا بده. من گفتم این چراگاه، این چوپان، این گاو، همه این از حساب تو است، از حساب همون 1 کیلوی گندمی که تو نگرفتی این من در زمین پرتافتم، همه این از همون حساب است. گفت مرا مسخره میکنی؟ گفتم نه مسخره نمیکنم، بلکه من از خدا میترسم، والله که این از حساب توست. همش گیر، همش میگه گرفت.
این من خدایا از برای تو کردم، اگر این عمل من صالح باشد، بی ریا باشد، خدایا این سنگ از بالای ما دور کن. در زمان میگه سنگ از بالای همون غار بالکلی میگه دور شید که ما همگی از اون درون غار با یک آسانی و بی زحمت بیرون شدیم. بینید عمل صالح در دنیا چگونه انسان نجات میدهد، در آخرت هم البته ما و شما را نجات میدهد. منم افتتاح سخنم همین بود که برادرای عزیز، یک روز بود، روز جمعه اولی ماه رمضان بود. امروز جمعه آخری از ماه رمضان است. یک ماه از حیات همه ما و شما گذشت. کار کنیم، بادروا بالاعمال صالحه را فراموش نکنیم. پیغمبر خدا گفتند در عملهای صالح سراسیمه باشین که حیات شما تیز میگذرد. چقدر حرکت کنین، هر روز هر ساعت غنیمت بشمارین، فقط در کار خیر در عملهای صالح استفاده کنین، زیرا که مرگ الموت یأتی بغتة، شاعر عرب میگوید مرگ ناگهان به سر شما میآید، دیگر شما در اون حالت توبه کردن نمیتوانید و عمل صالح را دیگر انجام دادن نمیتوانید. مرگ هر لحظه در پیش خود ببینید. میخواستم چند سوال‌های هست، این سوال‌ها را جوابش به شما میرسانیم ان شاء الله. جمعه آینده در باب باز همان نشانه‌های قیامت بر سمع شما میرسانیم. امروز باشد یک چند سوال است و باقیش در باب عید گپ میزنیم. السلام علیکم داملای شخصا برای من خیلی عزیز، خداوند پدر و مادر تو را داخل جنت گرداند. خواستم نامم را ذکر کنم لکن نامم کتابی نیست، ذکر نکردم. بعد جواب سوالم یک نام برای من بگذار، او را من انتخاب میکنم. این برادر یگان نام داشته است که غیر کتابی بوده است و از ما طلب کرده است یک نام خوب برای ما نصیب یعنی اعلان کن. همون نام من است. این برادر من وقتی مکتوبش خواندم خواستم نام این برادر عبدالرحمن، فراموش نکن. وقتی عبدالرحمن ما ذکر کردیم کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، این کراما کاتبین نام تو را در همون نامه اعمال تو چگونه که در پشت یک دفتر ما و شما نام خود می نویسیم، در پشت کتاب تو می نویسد نام تو، دیگر اون اولا نه بلکه عبدالرحمن است و روز قیامت تو را به نام عبدالرحمن صدا می دهند. این برادر چی گفته است؟ میگویند که بالای سر پیغمبر خدا شکمبه پر از نجاست را پرتافتند. آیا این درست است یا نه؟ برادر عزیز، این حکایه اصل دارد. پیغمبر ما و شما بسیار عذابها کشیدند، بسیار رنجها دیدگی هستند. هیچ روز خوب رسول اکرم گذراندگی نیستند. جایگاه خوابی که امروز ما و شما نرم خواب میکنیم این گونه جایگاه خواب نداشتند. این طعامهایی که امروز هر گونه‌ای که ما و شما میخوریم این طعامها در پیغمبر خدا وجود نداشت و نمیخوردند. و این ساعتهای درازی که ما و شما استراحت میکنیم این استراحتها از بالای سر پیغمبر خدا برداشته بودند. یک مسئولیت کلانی را رسول اکرم حس میکردند. حتی اسماء دختر ابوبکر صدیق، یک کیسه یادم آمد الحال این به شما میرسانم. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند. وقتی میگن از من پرسان کردن که سختترین و شدیدترین روزی مشقت پیغمبر خدا را میدانی یا نه؟ بچه ها التماس در حالت صحبت گپ نزنین، آمدین در یک جا بنشینین، جا کی شد انشاءالله بعدا جا میشود. اسماء چی گفتند؟ اسماء گفتند روز رسول اکرم در مسجد الحرام نماز میخواندند، مسجدی که الحال حاجی ها رفته زیارت میکنند. و ناگاه میگه یک توده مشرکین بالای سر این پیغمبر خدا هجوم کردند و هر کی هر خیل آزار در بالای پیغمبر خدا میداد. کدام او با شتم میزد، کدام او با دست میزد، کدام او توف میکرد، کدام او با زبانش لعنت میگفت، هر گونه آزارها میدادند این مشرکای عرب. صدا آمد، صدا بلند شد از داخل مسجد الحرام که یار محمد ابوبکر را فیراد کنید تا که این رفیق خود خلاص بگرداند.
اسما میگد ابوبکر نزد من بود، پدر من که بود نزد من نشسته بود و همان روز میگه 4 گیسوی میگه کشال کردگی داشت، یعنی 4 گیسو، 4 همون موی های بافته ای که میگیم 4 موی بافتگی میگه خیلی زیبا میگه بافته بود و نزد من نشسته بود. وقتی این صدا را شنید میگد رفت حال پیغمبر را که دید میگد حضرت گریان شدند، داد گفتند اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا مردی را شما قتل میکنید که فقط میگوید خدای من یک و یگانه است؟ با همین سبب، با سببی که میگوید خدای من یک و یگانه است، شریک ندارد، این بت‌های شما بیکاره است، با همین سبب یاری مرا قتل میکنید؟ این سخن وقتی میگه از ابوبکر شنیدن، همگی میگه بالای ابوبکر غور کردند، رسول اکرم بیراه کردند. اسما میگه ابوبکر وقتی به خانه آمد میگه همان گیسوهای کشالی که داشت میگه وقتی آهسته میگه میقپید، گیسو خودش میغلطید، میگه از حساب بسیار کشیدن و از حساب آزار بسیاری که بالای سر ابوبکر دادن، این گیسوها هم میگه دیگر بالای سر ابوبکر نماند. برادر عزیز، ابوبکر هم آزار کشیدن، عمر هم عذاب کشیدن، عثمان هم عذاب کشیدن، علی هم عذاب کشیدن، تمام صحابای پیغمبر برای اسلام عذابها کشیدن، رنجها دیدن، جانهای خود چکار کردن؟ جانهای خود از دست دادن.